تو خیلی خوش اومدید به قسمت بعدی ماینکرافت سوروایول و تو این قسمت میخوایم انباریمون رو بسازیم و تیرفار. اینجا هم آماده کردم برای گاو و گوسفند. آره همینجا بود. و بچه یه اتفاق بد پیش اومد و یه بار تو این سری مردم. یه آرمورام کامل بود، پر از طلایی بود، همشون طلایی بودن. مردم، نمیدونم هرچند دلیلش چی بود، نمیدونم دلیل، ولی خب خیلی اتفاقش بد بود و دوباره رفتم آرمور جمع کردم هرچند که شلوار ندارم و یک دفعه به این خوردم که روش آنبرکینگ 3 و واقعا در همه چی 3 داشت. خب برم بیسم من بهتون نشون بدم که ساختم. اینجا ترپدور گذاشتم که نتونم برم و حالا بعدم روش لایه دیگه میذارم. خب اینجا بیسمه، از این بنرها هم درست کردم، قشنگن. اینجا زربون بخوابیم اوکی بشه. خب اینم بنر بعدی مونه که بعدا شاید تغییرش بدم. اینجا قرار انباریمون باشه. باز از اینجا راه داریم. اینجا باز یه بنر خوشگل دیگه است. اینجا از اینا داریم که با اینا بنرم درست میکنم. اینجا چست داریم، توش وسایل میتونیم بذاریم. اینجا کرافتینگ تیبل داریم و بعدا شاید یه فرم بذارم. خب بعد این مسیرم قطعا که بهتر میکنم. خب بریم سراغ کارها. اول از همه من یه ثانیه ویدیو رو باید قطع کنم. خب سلام بچه ها و من برگشتم و بزن بریم. حالا هرچند که این چوبایی که الان جمع کردم کافی نیستن، خیلی هم کمن. خیلی 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 فکر کنم کم باشه. البته حدسم ها، مطمئن نیستم. چی میخواستیم درست کنیم؟ اگه یادم بیاد که خوبه. یادم اومد چست. بریم فعلا همینا رو تول باید کفشون رو که بچه من این ویدیو قطع کنم. خب بچه من برگشتم و هنوز در حال کندن اینجا. چوبم فکر کنم کم آوردیم، قطعا کم میاریم. اینجا رو کامل بکنیم، بتونیم اسلبامون رو بذاریم قشنگ تمیز. اسلب کم اسلب درست کنیم بچه ها. خب حالا این ردیف آخر رو به خاطر این دارم اسلب میذارم که اون چستایی که آخر میذاریم، خب اگه چوب بذارم الان، خب اون چستا باز نمیشن. بخاطر همین من دارم الان با اسلب این کار میکنم. تو اسلب داریم باش ترتیب کنیم. خب این از اینجاهاش. برم یه سر وقت میشه. نه اصلا امکان نداره وقتم بشه. خب یه سپلینگ درت یه دونه بده. بودو اینو میکنم. بریم. خب بخواد بی بابا. بچه هنوز خیلی کارای دیگه هم هست که با هم کنیم. تو قسمت 30 که میریم اژدها رو میکشیم. سریمون تو قسمت 50 ادامه داره. قبل اژدها کلی کار مونده که کنیم. فکر کنم وودلندم قبل اژدها برم. قطعا همین اتفاق میفته که قطعا میرم.
در خب قبلش با ویلیجر ترید میکنم، آرمور به دست میارم، ازشون آرمور دایموندی میخرم. بچه ها من اصلا ویدیو رو قطع کنم، یک کاری دارم. خب بچه ها من برگشتم، یه مشکل کوچولو بود و الان اوکیش کردم. بزن بریم سراغ بازی. درختونم رشد کرد، بکنیش. همونجا هم سپلینگ بهم داد که دیگه بکنم. خب بریم. 15 تا چوب رو تبدیل کنیم. 60 شد. کنم بس باشه. یه جا رو ببینیم با هم دیگه قشنگ میشه، قشنگ میشه. کان نداره اصلا قشنگ نشه بچه ها. بریم یه پیککس اول بسازیم. خب و بچه ها دلیلی که شروع کردم، بچه ها این ویدیو رو قطع کنم. خب بچه ها برگشتم. خب دیوارا رو بکنیم. بچه ها و دلیلی که شروع کردم به ویدیو گذاشتن بود که خودم خیلی این کار دوست داشتم. کار مورد علاقه عمرم. این تنها دلیلی بود که کانالم ساختم و شروع کردم به ویدیو گذاشتن. یکم زغال. من خودم هم فقط تنها بازی که میکنم هم ماینکرافته. جز ماینکرافت هیچ بازی دیگه نمیکنم. بازی دیگه هستم میرم ولی خب ماینکرافت اصلا بیشتر میرم. و هم بازی که گفتم به جز ماینکرافت میرم و ویدیو هم ازش میذارم. بازی باحالیه. خب اینجا کنیم، همونجا ترشش میکنیم دوره. بکنیم، بکن. خب اینجا اینطوری باشه، اینجا هم اینطوری باشه. دیواره اینجا هم درست کنیم. اوکی. خب این از این تورچ. خب بچه ها برگشتم. دوره مشکل پیش اومد. بریم. مشکلش هم اجباری بودا که من میدم. واقعا میومدم هم بازی. خب تورچ روشنایی جو چیز دارم بذارم. او مای گاد، چقدر درخت. خب سپلینگو بیاین. بریم. نام برداریم. حیفن اول از هم با این شروع. من اینو چرا نکشتم؟ وای شد دیدم. بچه نظرسنجی هم حتما بنویسین، کانال دنبال کنید و حتما نظرسنجی رو بنویسید. میخونم گوش میکنم تا وقتم آزاد میام میخونمشون و فراموششون نمیکنم هیچ وقت. خب سپلینگ رو بکنیم.
بچه با جایی که من میدونم این نسخه‌ای که الان توش ندرایت داریم و قرار فردا موجانگ سایتش و بیاد حرف بزنن در این نسخه جدید که کلی چیز در واقع یه ما میخواد اضافه شد به بازی که یکشون یه چیزیه که خب توی یخه به یخ پرتاب میکنه. شما هم میتونید برید تو اون جلسه حضور داشته باشید و نظر بدید که شما دوست دارید چی بیاد مثلا تو بازی نظر بدید. من خودم که به همون چیز یخی رای میدم. یه ویزاردیه توی یخها زندگی میکنه با یخ پرتاب میکنه بهت. خب بریم فکر کنم همین چوبا کافی باشه. منظورم این که برای چست نه شاید برای چست کافی هم باشه نمیدونم. خب بچه ها برگشتم و بزن بریم سراغ بازی. خب چستم گفتم چوب کافی نمیاد بچه ها. اینجا سرد او شب من اصلا با زومبی هم خاطره خوبی نداشتم اصلا همین وقت اتفاق افتاد. خب بچه ها برگشتم و الان آهنگ پیدا کردم و میخوام خب بچه ها و الان میخوام برای به جای صدا بچه ها قرار خب بچه ها و من میخوام برای صدای خودم صدای آهنگو بذارم. خب من دیگه حرف نمیزنم و بریم.
خب بچه ها، این آهنگی که گذاشتم امیدوارم که خوشتون اومده باشه. آهنگای زیاد دیگه هم دارم بچه ها. به به به، چقدر آرمور. جمعشون کنیم. خوبه. ببینم این چندش چیه حالا. خب اینو تنم کنم. این چندش. اوه خوبه، به درد میخوره. بچه من ثانیه ویدیو رو قطع کنم. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعد، قسمت بعدی خیلی زود میذارم و خدا حافظ. تا با قسمت های بعدی لایک ویدیو یادتون نره، سابسکرایب هم کنید و خدا حافظ بچه ها تا ویدیوهای بعد.